بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. چطورید؟ با گناهان چطورید؟ گناه کردید؟ میخواید راهی بهتون نشون بدم که گناهاتون رو خداوند ببخشه؟ جوونی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فرمود که گفت که یا رسول الله، من یک گناه بسیار بسیار بزرگی انجام دادم، چی کار کنم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که پدر مادرت زنده‌اند؟ مادرت زنده است؟ گفت نه. گفت خاله داری؟ گفت بله یا رسول الله. فرمودند که برو خدمت خالت کن، فبرها اذن، بر خاله رو به دیا بیار، خدمت خالت کن تا خداوند از تو در بگذره. و فرمودند که بر الوالدین، خدمت به والدین گناهان رو میبخشه. و فرمودند که من ادرک و احدا من والدیه، کسی که یکی از پدر مادرشون در زندگیشون اونا رو داشت و وارد بهشت نشد، ثم لم یغفر له، اگر به سبب اون پدر یا مادر یا هر دوتاشون خداوند از اون در نگذشت، فابعده الله، برگم شه. این فرصت طلایی رو داشته که خداوند ازش در بگذره و نگذشت. و در حدیثی دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان رغم انفه رغم انفه رغم انفه، الهی خاک به سرش بشه، الهی هلاک بشه، الهی بمیره، الهی. گفتن کی یا رسول الله؟ فرمودن که اون کسی که پدرش یا مادرش یا یکی از این دوتا رو در زندگیش داشت و از راه اینا نرفت به بهشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهشت زیر پای مادران هست و میفرمایند که الوالد اوسط ابواب الجنه، پدر بهترین و بزرگترین دروازه بهشت هست. و اگر کسی از این فرمودند خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه، میل خودت آقا، این دروازه بزرگترین دروازه بهشت است، از جای راه پدرت میتونی بری بهشت. میخوای این دروازه رو بشکن بندازش دور، میخوای از اینجا برو داخل بهشت. پس اگر خداوند متعال به ما پدری یا مادری داده، باید این رو مد نظر داشته باشیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند من بر الوالدی طوبى، من بر والدیه طوبى له، هر کسی که خدمت پدر و مادرش کرد خوش به حالش بشه انشالله، اون خداوند در زندگیش برکت میده. و همونطور هر طوری که ما با پدر و مادرمون رفتار کنیم، پسرامون، بچه هامون با ما رفتار خواهند کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، به پدر و مادرتون برسید، همونطور هم بچه هاتون به شما خواهند رسید.